سلام همراهای عزیزم، وقتتون بخیر. برای اون دسته از عزیزانی که نمیدونن و تمایل دارن حین شنیدن ترجمه یه تصویر با کیفیت از متن عربی قرآن هم داشته باشن، شما میتونید از طریق آیکون چرخنده که احتمالاً سمت راست و بالای تصویر قرار داره کیفیت متن عربی قرآن رو که براتون گذاشتم افزایش بدید. میتونید سرعت ویدیو رو کم و زیاد کنید و حتی کپشن فارسی به ویدیو اضافه کنید. متشکرم. سوره بقره صفحه 10. البته از بین کسایی که اسلام آوردن و یهودی‌ها و مسیحی‌ها و سابئی‌ها، اونهایشون که خدا و روز قیامت رو باور دارن و کار خوب میکنن، پاداششون پیش خدا محفوظه و نه ترسی بر اونها غلبه میکنه و نه قصه میخورن. پرانتز باز، درباره سابئی‌ها نمیشه توضیح روشنی مطرح کرد چون نه کتاب اونها دقیقاً معلومه و نه حتی عقایدشون. فقط توی 3 جای قرآن کریم بدون هیچ گونه توضیحی اسمشون آورده شده. دوم اینکه ایمان واقعی یعنی ایمان به تورات و انجیل و قرآن و پیامبرای گذشته و پیامبر حاضر حضرت محمد صلی الله. پرانتز بسته. به یاد بیارید وقتی کوه طور رو بالای سرتون نگه داشته بودیم از شما تعهد گرفتیم. کتابی رو که به شما دادیم جدی بگیرید و مطالبش حافظه گوشتون کنید تا بتونین مراقب رفتارتون باشید. اما شما بعد از دیدن اون همه معجزه تعهدتون رو زیر پا گذاشتید. پس اگه لطف و بزرگواری خدا در حقتون نبود سرمایه عمرتون رو میباختید. حتما شنیدید داستان کسایی از قوم خودتون رو که توی روزهای شنبه از دستور الهی سرپیچی کردن. بهشون گفتیم در نهایت ذلت به صورت بوزینه در بیاید. این عذاب رو مایه عبرت نسل حاضر در اون زمان و نسل‌های آینده قرار دادیم و همچنین نصیحتی برای خود مراقبان. موسی به قوم خودش گفت خدا به شما دستور میده که ماده گاوی رو سر ببرید. با تعجب گفتن مسخره میکنی ما رو؟ جواب داد خدا نکنه که من بخوام بیادب باشم. پرانتز باز، 1 نفر از بنی اسرائیل به صورت مشکوکی کشته میشه. اختلاف پیش میاد که قاتل کیه. حل دعوا از راههای بشری ممکن نبوده و نزدیک بوده جنگ و خونریزی را بیفته. پس داوری رو به حضرت موسی علیه السلام میسپرن و ایشان به کمک خدا و از راه معجزه این مشکل رو حل میکنه. دستور میده گاوی رو سر ببرن و قسمتی از اون رو به جسد مقتول بمالن تا اون زنده بشه و قاتل خودش رو معرفی کنه. پرانتز بسته. گفتن باشه، از خدات بخواه برامون توضیح بده که سن اون گاو چقدر باشه. گفت خداوند میفرمایند که نه پیر باشه و نه جوون بلکه بین این دوتا باشه. حالا هر چی زودتر مأموریتتون رو انجام بدید. دوباره گفتن از خدات بخواه برای ما مشخص کنه که اون گاو چه رنگی باشه. گفت خداوند میفرمایند که گاوی باشه زرد 1 دست که بینندگان رو به وجد بیاره.